اجازه بدید، اجازه. کسی هر کس طرفداری کنه علیش هستم. به احترامی که برش دارم 8 سال در یک کمیسیون بودیم، مگر به خدا قسم هر چوکی فروخته میشه، هر چوکی فروخته میشه، معامله صورت میگیره، حتی بدماشی در داخل وزارت ترانسپورت میکنه. چندین نفر تا لدوکوب کرده، از برادرای پشتون، هزاره، از تاجیک، هزار کس لدوکوب میکنه. صافی صاحب، ما چوکیش ما بریم، ما اونجا استخبارات نیستم، اجازه بده. ما برات سوگند یاد کردم، اگر سوگند میخورم به خداوند عالم که از وزارت ترانسپورت تمام چوکی‌های سرقلفی است، از 1000 به افغانی بالا تا $1 تا $1. اگر وجدانن، ما وجدان داریم در این شرایط که ما معلوم نیست که زنده میمونیم یا میمونیم. از یک طرف مرض کرونا است، از یک طرف انتحار است، انفجار است، جنگ است، ناامنی است. بیاین که اصلاحات بیاریم. وکیل صاحبای عزیز، هر کدامتان 20,000 رای دارین، هر کدامتان اولاد دارین، هر کدامتان دلتان در وطن میسوزه. وزیر صاحب شرف